به نام خدا. بخاری در جای ماشین 12 ولت برگی هست، دارای کلید دو حالت فن معمولی و هیتر هست، ولوم تنظیم فن باد هست، 300 وات هست، یعنی موقعی که روشن میشه مثل اینکه 3 تا لامپ بزرگ روشن بشه و بهتر موقع روشن کردنش همون موقعی که ماشین روشن باشه، چون باتری رو خالی میکنه. واسه چادر هم بد نیست، فقط باید یک باتری اضافی داشته باشید و اگر از باتری ماشین استفاده کنید شاید باتری ماشین رو بخوابونه. بسیار مناسب هست موقعی که ماشین گرم نیست، ماشین رو زودتر گرم میکنه چون به صورت برگی هست و با زدن کلید